مادر من اولین کسی بود که من بهش گفتم من زن میخوام. چند سالتون بود؟ من 18 سالم بود زن میخواستم، ما نگفتم تا 20 سالگی. چرا نگفتین؟ روم نمیشد. 2 سال طول کشید. 20 سالگی گفتم دیگه. چی گفتین؟ به مامان گفتم زن میخوام، فرار کردم. آقام گفت شما فردا برین دنبال دختر بگردید. مادر من شروع کرد خواستگاری رفتن با بیبی. 47 جا برای من خواستگاری رفته. جدی میگین آقا؟ آره 47 جا 46 جاش نشد. خدا میدونه من از ما اولی پسندیدم تا آخری. همه رو پسندیدم. من رفتم توسل به حضرت معصومه کردم که شد. با خدا عزیز و سوراخ‌های ذریح نگاه کردم، گفتم بیبی بریدم. 46 تا گل شیرینی بردم بریدم، خودت رحم کن. این اول این مادر ما که شروع کرد خواستگاری رفتن از بیت رهبری شروع کرد. رفت بود بیت رهبری، اونجا از اونایی که تو بیت رهبری کار میکنن دختر پیدا کرده بود. بعد آمد کاخ ریاست جمهوری، بعد رفت توی مجلس، نماینده های مجلس یکی دخترها همه خواستگاری رفت. این 46 جا که میگم جایی که من رفتم صحبت کردم اونایی که خودش رفته خودش میدونه و خدا. سوری پیدا کرده، کویتی پیدا کرده، بحرینی پیدا کرده، قطری پیدا کرده، اینا صحبت کرده، بعد نپسندیده. ولی شما همه رو میگم از بیت رهبری شروع کرد به خواستگاری رفتن، همینجور آمد ارگانا رو پایین رفتیم، آخر از شهرداری گرفتیم. خب راضی هم هستم. بله. دختر خوبی هم گرفتیم، مؤمن متدین. ببینم شما میتونید کار کنید که همین زن برگردم طلاق بگیره.